درود دوستان و عزیزان، علی هستم با اپیزود جدید از دوره اوردرفلو. امیدوارم که تا اینجای کار اپیزودهای قبلی رو دیده باشید، حسابی تمرین کرده باشید و رو مطالبشون تسلط داشته باشید. توی این قسمت جدید در ادامه اپیزود قبلی صحبت خواهم کرد و یک استراتژی دیگه که بر پایه دلتا هست رو بهتون خواهم گفت. پس حتما مثل همیشه تا انتها ببینید، هیچ نکته‌ای رو از دست ندید. خب دوستان، بریم کارمون رو شروع بکنیم. استراتژی دلتایی که توی این قسمت میخوام بهتون یاد بدم اسمش از دلتا ترانزیشن. حالا به چه صورتی هستش این؟ ببینید، دلتا ترانزیشن رو ما زمانی استفاده میکنیم که مارکتمون در واقع میخواد از حالت سوپلای به دیمند یا برعکس از حالت دیمند به سوپلای تغییر کنه، یعنی میخواد جهت بازارمون عوض بشه. توی روش قبلی دلتایی که بهتون گفتم، دلتا ترن، شما با یک کندل میتونستید قضاوت بکنید که اون ترن اتفاق افتاده، ولی اینجا توی این دلتا ترانزیشن شما نیاز داره که چندین تا کندل رو زیر نظر داشته باشید و این رو در قالب کانتکست قرار بدید. به طور مثلا قیمت اومده به یک سوینگ های رسیده، یا قیمت به یک سوینگ لو داره نزدیک میشه، یا قیمت داره به کف روزانه یا سقف روزانه، کف هفتگی، سقف هفتگی، سقف روز گذشته، کف روز گذشته، یعنی به یک نقطه با اهمیت داره نزدیک میشه. شما توی این نقطه میاید این دلتا ترانزیشن رو در نظر میگیرید. هر جای بازار این رو لحاظ نمی کنید. اوکی؟ پس دلتا ترانزیشن با اون مطلبی که تو اپیزود قبلی دلتا ترن بهتون گفتم، اولین تفاوتش اینه که چندین تا کندل رو زیر نظر ما میگیریم. اوکی؟ و کانتکست اهمیت بسیار بالایی داره. حالا برای اینکه سل داشته باشیم چه اتفاقی باید بیفته؟ ببینید، مارکت داره میره بالا، کندلای سعودی داره میزنه، اوکی، داره میره بالا. حالا وقتی که به اون سوینگ هایتون قیمت میرسه، یا حالا های روزانه از های هفتگیه، خب به اون هایی که داره میرسه، نزدیک داره میشه به اون نقطه شما، دلتاتون ضعیفتر میشه. یعنی مارکت داره همینطوری میره بالا، داره صعود میکنه، اما دلتایی که داره اتفاق میفته کوچیکتر داره میشه، ضعیفتر داره میشه. و بعد چه اتفاقی میفته؟ مارکت بر میگرده، دلتات هم منفی میشه. حالا ببینید برای پوزیشن بای برعکسش اتفاق میفته. مارکت داره دیکلاین میکنه، به سمت پایین داره حرکت میکنه، اما دلتای شما ضعیفتر داره میشه. یعنی با این که مارکت داره کندل های بیریش میزنه و به سمت پایین داره میره، ساختار نزولی داره شکل میده، دلتای ما قدرت کافی رو نداره با این که منفیه و هی داره ضعیف و ضعیفتر میشه. وقتی که به اون سوینگ لود داره میرسه، یا میتونه حالا کف روزانه باشه یا کف هفتگی باشه، و بعدش چه اتفاقی میفته؟ مارکت بر میگرده، شروع میکنه به رالی، دلتاتون هم مثبت میشه. پس توی این روش ما نیاز داریم که چندین تا کندل رو زیر نظر داشته باشیم و صرف یک کندل نمیتونیم قضاوت بکنیم. دلتا رو 461، 255، 62، همینطور دلتامون داره کم میشه و بعدش ببینید دلتا مثبت شد، مثبت 8، مثبت 93، مثبت 140. اون ترانزیشنی که منتظرش بودیم اینجا اتفاق افتاد و همونطور که میبینید چند تا کندل اینجا این رویداد رو برای ما رقم زد.
خب بریم یه مثال دیگه براتون بزنم. مجددا اینجا چارت 8 رنج کرود اویل رو داریم. این قسمت رو ببینید، کندل ها دارن به سمت پایین حرکت میکنن. منفی 27، منفی 174، منفی 329 و یه دفعه داره کم میشه دلتا، منفی 283، منفی 154. دلتامون کاهش پیدا کرد و مثبت شد، مثبت 74، مثبت 174. اون رلی که گفتم اتفاق افتاد، قیمت به یه سوینگ لو رسیدش. ببینید اینجا همچین اتفاقی نیفتاده. منفی 123، منفی 204، منفی 465، منفی 432 و بعدش یه دفعه تا 205، 257. همچین اتفاقی اینجا رخ نداد. دلتامون کاهش پیدا نکرده، صرفاً دو تا کندل مثبت داشتیم. ولی اینجا با رسیدن قیمت به این سوینگ لویی که اینجا قرار داره، ترانزیشن مد نظرمون اتفاق افتاد. 329 منفی، منفی 283، منفی 154 و یه دفعه مثبت 74، مثبت 174 و بعدش همونطور که می‌بینیم مارکت جهتش به سمت بالا تغییر کرد. خب فکر کنم مثالایی که روی اسلاید زدم براتون کافی بوده باشه. بریم روی چارت چند تا مثال هم اونجا ببینیم. خب اینجا این مثال رو ببینید، 10 جولای هستش، ساعت 15:51. خب دلتا 10، 183، 4، 26. دلتامون اگر دقت بکنید کاهش پیدا کرده، از حالت مثبتی که وجود داشت داره کاهش پیدا میکنه با وجود اینکه کندل ها به سمت بالا حرکت میکنن. از 183 شد 26 و بعدش اینکه کندل نگاه کنید منفی 116 دلتامون میخوره و بعدش قیمت جهتش تغییر میکنه و همونطور که میبینید اصلاحی رو استارتش رو میزنه. مثال دیگه اینجا میتونه باشه برامون. ببینید 37، 33، منفی 13 و دلتامون ترانزیشن اینجا داره اتفاق میفته. 19، 43 و بعدش همونطور که میبینید مارکت به سمت بالا حرکتش رو ادامه میده. اینجا این مثال رو ببینید دوستان، قیمت در یک روند صعودی قرار داره. با این حرکت قیمت این سقف مقاومت خودش رو میشکنه، ویوپ رو هم به سمت بالا میشکنه و مجددا در حال پول بک زدن است. حالا اگر نگاه بکنید به این دلتاهاش میبینید که با منفی 29 شروع شده، منفی 15، منفی 13، منفی 8، منفی 2، منفی 9. دلتامون کاهش داره پیدا میکنه همونطور که قیمت به سمت پایین داره حرکت میکنه و بعدش دلتامون ترانزیشنی که گفتم اتفاق میفته، مثبت 5، مثبت 12، مثبت 32. پس میتونیم ما پوزیشن بایمون رو داشته باشیم. جهت اصلی بازار هم که صعودی هستش، پس این پوزیشنی که ما میخوایم بزنیم در جهت روند خواهد بود. خب دوستان این مثال رو ببینید، دلتای اینجا وقتی کندل ها دارن به سمت بالا حرکت میکنن، به جای این که دلتامون افزایش پیدا کنه داره کاهش پیدا میکنه. 158 مثبت، مثبت 44، مثبت 5. دلتامون داره کاهش پیدا میکنه، اما با این حال کندل داره به سمت بالا حرکت میکنه، کندل مثبت میزنه و بعد چه اتفاقی میفته؟ دلتامون برعکس میشه. اوکی؟ و بعد قیمت به سمت پایین حرکت میکنه. اگر یه ذره زومات بکنیم میبینیم که در کل ساختار ما ریزشی هستش و این پوزیشنی که اینجا ما برای فروش گرفتیم در جهت روند بازار هست، خلاف روند نیستش. خب دوستان این مثال نگاه بکنید، قیمت از این نقطه ها شروع به ریزش کرده تا این پایین خودش رو رسونده. وقتی که به دلتامون نگاه بکنید، با وجود اینکه کندل ها به سمت پایین حرکت کردن و بیریش بودن، میبینیم که دلتامون این ضعیفتر شده، منفی 84، منفی 38، منفی 7 و در نهایت اون ترانزیشنی که انتظار داشتیم اینجا اتفاق افتاده و جهت مارکت به سمت صعودی تغییر کرده. خب این مثال رو نگاه بکنید، برای 8 جولای هستش، ساعت 19:32. قیمت دلتای کندل ها منفی 123، منفی 178
این وسط حالا مثبت خورده یک کندل، ولی بعدیش نگاه کنید منفی 49 منفی 41. دلتامون داره اون ترانزیشنی که گفتم بهتون اتفاق میفته یواشش و اینجا روی این کندل دلتامون مثبت شده، مثبت 118. با وجود اینکه کندل ها به سمت پایین داشتن پیش میرفتن، اما دلتامون ضعیف و ضعیفتر میشد در جهت نزولی و بعدش در ادامه خریدارا کنترل به دست گرفتن و مارکت به سمت بالا حرکت کردش. خب این مثال ببینید، قیمت به سمت پایین در حال حرکت، ساختاری که داریم ساختار نزولی هستش. حالا قیمت میرسه به این کفه، دلتاشو ببینیم مثبت 83 مثبت 61 مثبت 25 مثبت 6. دلتامون داره کاهش پیدا میکنه با وجود این که قیمت به سمت بالا در حال حرکت هستش و کندل بعدی منفی 290. شما میتونستی با خیال راحت تو اوپن کندل بعدی وارد معامله شورت بشی، استاپ رو هم بالای اینجا قرار بدی و همونطوری که می‌بینید یه ریوارد فوق‌العاده عالی رو داده. خب این مثال رو ببین دوستان، برای طلا هر چارت یه دقیقه 8 جولای قیمت در حال ریزش هستش. وقتی به دلتا نگاه بکنید منفی 49 منفی 36 منفی 27 و دلتامون در حال کاهش پیدا کردن هستش. با وجود اینکه قیمت داره به سمت پایین حرکت میکنه، دلتامون هم داره ضعیفتر میشه و بعدش که اون ترانزیشنی که گفتم اتفاق افتاد و دلتای کندل بعدی مثبت بسته میشه و بعدش بازار در نهایت به سمت بالا حرکت میکنه. خب مثال دیگه ای که اینجا وجود داره نگاه کنید، منفی 138 منفی 58 منفی 16 منفی 9 و توی چند تا کندل با وجود اینکه قیمت به سمت پایین در حال حرکت بوده و بیاریش بوده، اما دلتای ما کاهش پیدا کرده و توی این کندل همونجوری که می‌بینید ترانزیشن مد نظر اتفاق افتاده و بعدش بازار به سمت بالا حرکتی رو داشته. خب مجددا یه مثال دیگه داریم، قیمت در حال ریزش هستش. وقتی به دلتاش نگاه کنیم می‌بینیم منفی 173 منفی 70 و یه دفعه دلتامون شده مثبت 18 مثبت 93. اون ترانزیشنی که منتظرش بودیم بین این چند تا کندل اتفاق افتاده. خب مثال دیگه که اینجا وجود داره ببینیم، دلتا منفی 80 کندل بیاریش اما دلتا منفی 2 و بعدش دلتامون مثبت 20 مثبت 53. اون ترانزیشنی که منتظرش بودیم توی این چند تا کندل اتفاق افتاد. اگه اینجا دقت بکنید با وجود اینکه قیمت به سمت پایین حرکت کرده و کندل ها بیاریش بودن، اما دلتامون ضعیف شده، منفی 80 منفی 2 و اینجا کندل بعدی مثبت شده، رلی و استارتش رو زده مثبت 20 مثبت 53 مثبت 119 و بعدش قیمت ادامه روند صعودیش رو داده. خب یه مثال دیگه براتون بزنم ببینید، 147 دلتای منفی داره این کندلمون هم بیرش بسته شده. توی کندل بعدی میشه منفی 118 منفی 70 منفی 121 منفی 57 منفی 47 منفی 11 منفی 8. حالا وسطش روی منفی 91 هم قرار میزنه برامون. خب اگه دقت بکنید اینجا با وجود اینکه کندل‌ها دارن به سمت پایین حرکت میکنن و بیاریش هستن، اما دلتامون داره ضعیف‌تر میشه و روی این کندل میبینید دلتا مثبت 53 مثبت 129 و اون ترانزیشن اتفاق افتاد و قیمت به سمت بالا حرکتش رو داشته. خب یه مثال دیگه با هم دیگه ببینیم، منفی 227 دلتا این کندل هم بیاریش بسته شده، اما کندل بعدی نگاه بکنید با وجود اینکه کندل بیاریش بسته شده دلتاش منفی 46 هستش، دلتاش کاهش پیدا کرد. کندل بعدی دلتا مثبت شده مثبت 17 و بعدش همونطوری که می‌بینید جهت‌گیری مارکت به سمت صعودی تغییر کرده. خب یه مثال دیگه دارم براتون، مجددا چارت یه دقیقه طلا هستش. دلتای این کندل مثبت 93 کندل بولیش بسته شده. کندل بعدی هم میبینیم که بولیش بسته شده مثبت هستش، اما دلتاش کاهش پیدا کرده، ضعیف شده. دلتا از مثبت 93 رسیده به مثبت 17 و بعدش میبینیم که کندل‌های بعدی هم همچنان دلتامون کاهش پیدا کرده و ضعیف شده و تو کندل این قرمز رنگ دلتامون منفی شده و کندلمون بهش بسته و همونطور که میبینید یه حرکت نزولی رو تونسته تا این نقطه داشته باشه. خب یه مثال دیگه اینجا داریم، نگاه بکنید دلتا منفی 69 کندل ما
بیاریش بسته شده اوکیه، اما تو کندل بعدی چه اتفاقی افتاده؟ کندل ما بیاریش بسته شده اما دلتاش منفی 20، دلتامون داره کاهش پیدا میکنه، ضعیف میشه. میگه اینکه کندل دلتامون منفی 5 هستش، منفی 69 منفی 20 منفی 5، دلتامون داره ضعیف میشه با وجود اینکه قیمت داره به سمت پایینی حرکت میکنه. توی کندل بعدی دلتامون مثبت شد، مثبت 85 و اون ترانزیشنی که انتظارشو داشتیم رخ دادش. قیمت به ویوپی که اینجا وجود داشت پول بک زدش و ادامه حرکت صعودی رو به همراه داشته. خب دوستان فکر کنم مثال هایی که تا اینجای کار براتون روی اسلاید ها و چارت زدم کافی بوده باشه و متوجه شدید که چطور باید ازش استفاده بکنید. برای اینکه بتونید تسلط کافی هم داشته باشید نیاز دارید که این رو خیلی تمرین بکنید، روی چارت تشخیصش بدید. مثل همیشه براتون آرزوی موفقیت دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.